شاواسانا. در یک مکان کاملا ساکت و آرام قرار بگیرید. به پشت دراز بکشید. پاها رو کمی از همدیگه باز کنید. دستها رو کمی از بدن باز کنید و کف دستها رو به بالا قرار بدید و پشت دستها روی زمین. سر و گردن رو کمی حرکت بدید تا در یک وضعیت کاملا راحت قرار بگیرید. چشم‌ها را به آرامی ببندید و توجه و آگاهیتون رو به بدنتون بیارید. سنگینی بدنتون رو روی زمین حس کنید. توجه و آگاهیتون رو بیارین روی دست راستتون. انگشت شست، انگشت اشاره، انگشت میانی، انگشت انگشتری، انگشت کوچک. شل کنید. ریلکس. توجه و آگاهیتون رو بیارین روی کف دست راست، پشت دست راست، مچ دست راست، ساعد دست راست، آرنج دست راست، بازوی دست راست. شل کنید. ریلکس. توجه و آگاهیتون رو بیارین روی دست چپ. انگشت شست، انگشت اشاره، انگشت میانی، انگشت انگشتری، انگشت کوچک. شل کنید. توجه کنید به کف دست راست، پشت دست راست، مچ دست راست، ساعد دست راست، آرنج دست راست، بازوی دست راست. شل کنید. آگاهی و توجهتون رو بیارین روی پای راست، انگشتان پای راست، کف پای راست، پاشنه پای راست، مچ پای راست، ساق پای راست، زانوی پای راست و ران پای راست. شل کنید. ریلکس. توجهتون رو بیارین روی پای چپ، انگشتان پای چپ، کف پای چپ، پاشنه پای چپ، مچ پای چپ، ساق پای چپ، زانوی پای چپ، ران پای چپ. شل کنید. ریلکس. توجهتون رو بیارین روی پشت بدن و پشت بدنتون رو کاملا حس کنید. کمر، نواحی بالای کمر، شانه ها. کاملا حس کنید و این نواحی رو شل کنید. توجهتون رو بیارین به جلوی بدن. شکم،
عضلات روی قفسه سینه، قفسه سینه و درون قفسه سینه رول کنید. ریلکس. آگاهی و توجهتون رو به ناحیه گردن بیارید. عضلات گردن، گلو شل کنید. ریلکس. توجه کنید به ناحیه سر و صورت، چانه، فک پایین، لبها، گونه ها، چشم ها، ابروها، سطح پیشانی، پوست صورت، تاج سر و درون کاسه سر شل کنید و به این ترتیب از نوک انگشتان پاها تا فرق سر تمام بدن شل و ریلکس و رها. آگاهیتون رو کاملا حفظ کنین و سعی کنید که تو این وضعیت به خواب نرید و همینطور کاملا متمرکز باشید روی بدنتون. هر زمان که آماده بودید میتونید از این وضعیت خارج بشید. بدنتون رو حس کنید. انگشتان دست ها و پاها را کمی حرکت بدید. پاها و دست ها رو کمی حرکت بدید و یک کشش ملایم به بدنتون بدید. دست ها رو در هم قلاب کنید و کشش بدید بالای سر. پاها رو کشش بدید. کف پاها رو نزدیک کنید به زمین و بعد از اون در هر جهتی که بدنتون نیاز داره کشش بدید. به چپ به راست حرکت بدید و در نهایت روی پهلو قرار بگیرید. پاها رو کمی جمع کنید داخل شکم و چند لحظه توی این وضعیت بمونید و بعد با چشمان بسته در یک وضعیت نشسته راحت قرار بگیرید. ستون فقراتتون رو صاف نگه دارید و بعد همینجوری که چشمهاتون بسته هستن کف دست ها رو مقابل سینه به هم بچسبونین. کف دست ها رو به هم با آرامی ماساژ بدین و بعد از اینکه کف دست ها رو به هم ماساژ دادین و احساس کردین که کف دست ها گرم شدن میتونید گرمای کف دست ها رو روی تمام صورتتون بکشید و چشم ها رو باز کنید. امیدوارم که از این تمرین یعنی تمرین شاواسانا
لذت و بهره لازم رو برده باشیم.